رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا میگه که ای دختر پیامبر، ای فاطمه روز قیامت نیای بگی من دخترتم پاره تنم، ای علی پسر عموی من، ای عباس، ای فلان، ای فلان، ای جعفر، یکی یکی میشماره از اقوامشون. روز قیامت نیای بگی من پسرتم، من دخترتم، من عموتم، من پسر عموتم. اونجا کار به عمل برمیاد. حسب و نسب جایگاهی و محلی نداره. حتی قسم یاد میکنه، میگه اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم. کاری نداره به شیخ و ملا و سید. اونهایی که جز ساداتن اگه عالم باشن، اگه دعوتگر باشن، اگه صالح باشن، 3 تا ثواب دارن، 3 تا حرمت دارن. یکی حرمت سید بودنشونه، یکی حرمت عالم بودنشونه و یکی حرمت مصلح بودنشونه، صالح بودنشون، و یکی حرمت مصلح بودنشون، دعوتگرن. ولی اگر تقوا نداشته باشه، یه سید لات شرابخوری باشه، باید جلوش بلند شد. چون سیده، کجاش سیده؟ این دیگه بالاتر از حسن و حسین و جعفر و عباس و علی و از اونا بالاتره. عبدالله ابن عباس و امثالهم بالاتره و فاطمه. تنها چیزی که آدم و عقب و جلو بیندازه علم و تقوا و مفید بودن و خدوم بودنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا میگه که ای دختر پیامبر، ای فاطمه روز قیامت نیای بگی من دخترتم پاره تنم، ای علی پسر عموی من، ای عباس، ای فلان، ای فلان، ای جعفر، یکی یکی میشماره از اقوامشون. روز قیامت نیای بگی من پسرتم، من دخترتم، من عموتم، من پسر عموتم. اونجا کار به عمل برمیاد. حسب و نسب جایگاهی و محلی نداره. حتی قسم یاد میکنه، میگه اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم. کاری نداره به شیخ و ملا و سید. اونهایی که جز ساداتن اگه عالم باشن، اگه دعوتگر باشن، اگه صالح باشن، 3 تا ثواب دارن، 3 تا حرمت دارن. یکی حرمت سید بودنشونه، یکی حرمت عالم بودنشونه و یکی حرمت مصلح بودنشونه، صالح بودنشون، و یکی حرمت مصلح بودنشون، دعوتگرن. ولی اگر تقوا نداشته باشه، یه سید لات شرابخوری باشه، باید جلوش بلند شد. چون سیده، کجاش سیده؟ این دیگه بالاتر از حسن و حسین و جعفر و عباس و علی و از اونا بالاتره. عبدالله ابن عباس و امثالهم بالاتره و فاطمه. تنها چیزی که آدم و عقب و جلو بیندازه علم و تقوا و مفید بودن و خدوم بودن.